یکی از مخلصان اشدی روشن شهر کلاب که طول سالها مخلصی میکردن امروز در بازی امروزه اشتراک ندارن، زیرا که دیروز بندگی کرده است. از همتون خواهش میکنم لحظه با خاموشی رعایت بکنید. زنده باشید. دسته روشن شهر کلاب با پیش، مخلصان دستگیری. تو bayrak چی هست؟ ها؟ نمیتونن در خواهی محمد پیش محمد پیش
محمد شهری رو باید بشید اون از اون متده
Bana bir şey var. Var bana. Hazır kal.
Kalkan atmak devam etmiyor. Ben kısa bu zaten sağ şimdi para zamanı kadar biraz Hadi ne ya? Ben bu kötü. Yeter. Bir de अच्छा से गोल बेस
Canım. Ama çok zarar var o şartı. Ne yapıyorsun? Masrur! Neye yapıyorsun? دو یک چور یک میبریم تو دوش تلیچو تا جمع تو بطنه بوره چور یک میبریم چیزان بکنیم مولا میریم نمیدیم این سر نمیدیم این باره نهیدیر میکنیم این نمیدیم ماری
Чорний брат! Равшан, вот чорний брат! Чорний брат! Чорний брат! Чорний брат! چور میبرش روشن میبرش من خوب دیدم میبرش تمام
غیرت 5-0 باشه okuyun. Dayı çıkın.
اونم تست برای Hiç devam etmiyor. خیلی نکن خیلی نکن Cahazı var diyormuş.
سس چی؟ او زدش افترامیت چه پارتیزه Sponsione che ti conta da direkt non si lascia un campo. Sani ilk korkor üniversite ne var? Ayağı. диққат барои голи навбатии дастаи равшан аз ҷониби раиси шаҳри Кӯлоб муҳтарам Назарзода Бахтиёр 10,000 сомонӣ пешниҳод кардид. бозии дастаҳои равшан ва кӯктошро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб зиёда аз 13,000 мухлисон ҳаводорӣ доранд.
داری من رقامتی Akayso, dali mana çıkamıyor dışarı. Atar bizi zaten. Anlamıyor. Buraya koy böyle.
برن اون تلویزیون رو از زمان تو Yağmur bir foto var atar buldu. Ne var atar üzerinde de. Ve bak ben tam bu dışarıdan bulmuyorum. Baxdan qoy sərf nəzərdə qoyudu. Bir sağ çıxarıyız.
دور شهریار دور جایی هستی همون سیمبول برگرفته است این سیکور همون کشیده
تیپم خوشگل شدم خوبم روز با غالبیت با خوشگل‌تر کرد. سلامت بله خب مرحمت آقا سرول برای در کرسی سرمربی نشستن شما را باز هم درود میگویم. عموما بازی امروزه برای شما چگونه بود؟ از بازی‌های قبلی چه چیزا عوض شدن در بازی فوتبال؟ من اولا که خوشحالم که امروز تونستیم بازی رو ببریم. تبریک میگم به طرفدارامون، تبریک میگم به مخلصای تیم کلاب که امروز واقعا درجه یک هستن. این پیروزی و این برد ما من فکر کنم که حاصل کار آقای از کنم که اهل دین و همکاراش بودن. آقای علی جان اون زحمتایی که اونها کشیدن، کارهایی که برای این تیم انجام دادن، اینو واقعیت من میگم. من چون یک روز با این تیم کار کردم، من یک روز یا دو روز کار کردم، هر چه بوده زحمات همون مربی هستش و خوشبختانه امروز بچه‌ها تونستن اون دستورات تاکتیکی رو اجرا کنن و ما تونستیم موفق باشیم. ولی خب من در مجموع در نیمه اول خیلی خوب راضی بودیم، اما بچه‌ها به توانشون در نیمه دوم کم شد. اونم به دلیل این است که چون ما 3 بازی داریم پی در پی انجام میدیم، این خستگی بازی هست. خب آنهایی که از قسمت یک میدان آمدن توانستن که یک کمک کنند. من برای بازی‌های آینده رقم سبقانی کردم 100% چون بالاخره وقتی اون اومدن یه مقدار بازی شرایطش بهتر شد، ما تونستیم بازی رو کنترل بکنیم. ما بازیگرای دیگر هم داریم که میتونیم از اونها استفاده کنیم. زمان کمه، حالا ان شاءالله ببینیم که چه اتفاقی میفته، چه کسی میاد کار میکنه در این تیم. اگر ما در این تیم بودیم که چخیلی که شما دیدید بازی با فایده صاحبای میدان انجام رسید. بازی برای ما خیلی بازی دشوار بود، برای اینکه پس از بازی CSKA بچه‌ها همه به خود آمادگی نبودن فیزیکی سسته، یعنی بچه‌ها این بازی را برای ما خیلی دشوار بود، برای اینکه پیش از این همه میدونن روشن بازی خود رو باخته بود و در پیش مخلصان خود کوشش زیادی هم کرد. خب دیدیم که در قسم اول دسته پشت 3 گل و دروازه خسارت داد، اما در قسم دوم ملکه با همون فوتبال بازان من چگونه شکر مثلا در قسم دوم خیلی خوبتر بازی کردن. قسم دوم بچه‌ها کمک پیرستانو که جای خود رو در میدان جای‌ها رو عوض کردیم و عبدالله رو کمک به پیشتر برآوردیم. از اونجا توپ کمک در صف پیش داشتن گرفت. از این حساب ما هجوم‌های خود رو در قسم دوم بسیارتر کردیم. نرسیدنی محسن عبدالغفور افتادن اندازه در دسته من مشکلی ایجاد کرد. نه تنها نرسیدنی محسن عبدالغفور بلکه نرسیدنی مسلم هم نرسیدنی بچه‌ها خیلی کم از اون دیدن. امروز کرسی ما خیلی خراب بود. کرسی ما 2-3 نفر همگی بازیگرای احتیاطی داشتیم. بازی رقمی دام در قسمت اول عوض شد با کدام سبب بود؟ ترام چی میگم؟ از سبب لدبرداری صابرجان در قسم یکم در 42 دقیقه عوض کرده شد. تشکر من همین هم خدمت ما اومده یک 6 سال 7 سال نیدم شدم. بعد یکم تایم اومد